آنها به من گفتند تو به جنگ می روی. من گفتم شهروند ازبکستانم و نمی روم به جنگ. یوسف را در شعبه پلیس برای رفتن به جنگ مجبور کردند. او را که در مسکو کار میکرد پس از تفتیش سندهایش به پلیس آوردند. آنجا به گفته یوسف به او فشار آوردند و طلب کردند که به جنگ رود. من گفتم که مجبور نیستم در این نزاع شرکت کنم. سپس آنها شناسنامه مرا گرفتند و فهمیدند که از بانک قرض دارم. گفتند ما قرضت را میدهیم و تو به جنگ می روی. همین وقت دوبار به دوبینکه در زانوهایم زدند و گفتند چرا نمی روی؟ بعد این از گلویم گرفته به دیوار زیر کردند. من گفتم که به سفارت مراجعت می کنم. پس از 10 منوت مرا آزاد کردند. مهاجر به سفارت ازبکستان در روسیه مراجعت کرد، ولی به او هیچ کمکی رسانیده نشد. در دست من طلانی هست که در سفارت ازبکستان دادند. من 3 مرد به آنجا مراجعت کردم. گفتم که باید به من یاری رسانند چون من شهروند ازبکستان هستم. فهماندم که به من فشار آورده استادند. پرسیدم که فشار آوردند و به جنگ بردن من برای شما اهمیت ندارد؟ آنها پاسخ دادند که شهروند محترم، ما هیچ کمکی کرده نمیتوانیم. یوسف از بانک قرضدار است و باید 400,000 روبل پرداخت کند. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید حکومت روسیه حالا قرض مهاجران را نیز چون یک واسطه فشار استفاده میبرد و تلاش دارند با هر راه آنها را به جنگ اوکراین فرستند. تخمین میزنم که آنها با پایگاه قرضداران کار میکنند، زیرا این را از روزها هم زیاد میشنوم. آنها را نامشان را در این فهرست پیدا کرده میگویند یا ما تو را برای قلابی و قرضداری زندان میکنیم یا تو قرارداد را امضا میکنی. به گفتگو این نقض حقوق آدم است. در مرکز نگهداری موقتی خارجیان هم وضع تقریبا همین است. ما قرار اخراج تو را به کار میکنیم ولی تو این را امضا مان. تو میتوانی صاحب شهروندی روسیه و پول کلان شوی. تمام اولای تو شهروندی روسیه میشوند. به نقل یوسف پس از شکایت به سفارت هم حالت تکرار شد. باز پلیس او را باز داشته سندهایش را تفتیش کردند و از قرضداری او آگاه شدند. به او باز پیشنهاد کردند که با بستن قرارداد به ارتش رود. زاده ازبکستان دیگر باره به سفارت زنگ زد ولی به زنگش پاسخ ندادند. مهاجر تصمیم گرفت به وطن برگردد. من از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرمانویچ و رهبران دیگر کشور کمک میخواهم. نیت دارم میانه های ماه اپریل به مسکو برگردم. امنیت مرا تامین کنید. من باید کار کرده عائله‌ام را تامین کنم. خواهش میکنم مرا حمایت کنید. این مهاجر ازبک میگوید مجبور است باز به مهاجرت رود تا کار کند و قرض بانک را برگرداند، اما میترسد که دوباره تلاش میکنند او را به جنگ فرستند. در ازبکستان این جنایت است. با سوالهای خبرنگاران تنهی میگرانت مدیا در این باره در سفارت ازبکستان هنوز پاسخ ندادند.